सलामुना दोस्तानो, अख्तर मो मुबारक ताआत इबादत बुदे अल्लाह पदर के कबूल व मंजूर सा पदे हिला छे द रहमतुनी मेश्त मो खैर पाय ته रसولې وي الله مو ټول کړي عبادتونه په خپل در کې قبول او منظور کړه او د اختر څو ورځې د خپل کورنیو له غړو سره په خوښۍ او خوشحالۍ تېرې کړئ له هرې لحظې خوند واخلئ اختر مو بختور شه अख्तर मुबारक मंजूर मुझे ताआत इबादत कबूल ओहो ओहो अख्तर मुबारक मंजूर मुझे ताआत इबादत कबूल उस बता चपका बस मां चपका अख्तर मुबारक चूचू अख्तर मुबारक लव यू अख्तर मुबारक लव यू
هنوز رسول صلی الله علیه و سلم رحلت نکرد در دوره مدنی است، در مدینه منور است رسول اکرم صلی الله علیه و خب این آدم که دزدی میکنه از یک بوجی آب کم و بیش از خانه آزدن چند چیز میکنه طرف خانه خود روان است، در نزدیک خانه خود که مسلمان میرسد میبینه که از قضا این بوجی سوراخ است و از اونمو خانه کسی که دزدیده تا به این خانه خودش همین آرها ریخته میکنه. این کسی خود فکر میکنه میگه این آدم اگر صبا ببینه یک بلکل در آرد گرفته میاد در خانه من. خواهران و برادران عزیز، از شما خواهش میکنم برادران که پیش بیایید، صفحه را پیش کنید، به خاطر که تعداد زیاد از برادران ما در خارج از مسجد معطل هستند که داخل صحن مسجد شوند. استارت شوید، یک دفعه ازتان خواهش میکنم استارت شوید. And our sisters too, please stand up and fill up the rows in front of you. Make sure that there is no gap. Come on, brothers, let's inshallah do this as fast as we can. Fill up the gaps in front of you. And just a reminder that the chairs are for people who have medical reasons. The chairs are... مگر وقتی که عاشق شدی باز میگه تو نمیگی من بشون هستم تو دا من تاجک هستم قایماق هستم مزار هستم بیست و فلان هستم من مسلمان هستم بعد هویت قومی هم درست است مگر هویت قومی را بالا نزن نسبت به اسلام که تباه و برباد میشه نکو همین بافتای اجتماعی را برهم نزن این کار را نکو به خدا از تو خفه شد ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترینتان نزد الله سبحانه و تعالی با تقواترینتان کسی که تقوا نداشته باشه که از زبانش باطل خارج کنه این الناس که ببینید به خدا باور نداره بالمیلیون دلار داره در ثانیه اول یک رکود برش میشد در ثانیه بیش از 100 دلار امریکایی شد در ثانیه ولی امروز ببینید که مردم ازش متنفر شده دلیلش اینست که غرور تکبر روحایی و خدایی که تو را خلق کرده تو وقتی دور نمیشناسی و ذاتی که تو را عزت داده ببین از تو برآید از دلم هر نفس و تنفسم من نروم ز کوی تو تا کشم فنایی این را پیدا یعنی فرض پیوند فرض این واجب است اگر کسی این نماز ترک میگه شاید قدر قرآن نداشته باشه فرض داره متوجه باشید برای واجب چقدر اقدام هم نهید توجه فرایض از پیش ما حالا واجب هم خیلی مهم دیگه طریقه ادای چیز که اینطور نیت میشه که نیت کردم ادا سازم دو رکعت نماز سعید فطر با جمله تکبیراتش اقتدا کردم پیش امام حاضر الله اکبر بعد امام سبحانک اللهم میگه وقتی که سبحانک اللهم خوان تمام شد با سه بار الله اکبر الله اکبر بود الله اکبر با دستا بستم بعد از اون سوره فاتحه با یک سوره دیگر رکوع